برنده لاتری گرین کارت امریکا هستم و نمیدانم که مراحل بعدی چه رقم و به چگونه به پیش ببرم. اگر شما هم در جستجوی سوال هستین پس ویدیو رو تا آخر تماشا بکنین. من شیرزاد که بیش از یک دهه قسمت تجربه دارم در قسمت کیسای مهاجرتی، مشورت دهیش و مخصوصا کیس لاتری امریکا. برای شما به مرحله از اول تا آخر، از زمان ازی که شما به لاتری درخواست میتین تا زمان ازی که درخواست شما قبول میشه، انترویوتان پاس میشه و شما ویزیتان رو دریافت میکنین، امروز در ویدیو براتون معلومات میتین. امید است ما رو تا آخر همراهی بکنین. دایورسیتی ویزا پروگرام یا دیوی لاتری یک برنامه است که از طرف دولت امریکا همه ساله برگزار میشه که دی برنامه به تعداد 50 تا 55 هزار لاتری امریکا برای کسایی که از کشورهای مختلف است مد نظر گرفته میشه. این لاتری به اساس یک قرعه کشی رندملی یا به شکل اتوماتیک توسط یک سیستم خاصی که وجود داره صورت میگیره و کشورهایی که واجد شرایط هستن و مشمول از لاتری میشن میتونن به او درخواست بدن. اینه به خاطر ازی گفتم که همه ساله وقتی که راهنمایی‌های لاتری نشر میشه در اونجا بعضی کشورها از لیست کم میشن و بعضی کشورها در لیست اضافه میشن. این قسم از اساس ازی به این شکل کار میکنه که هر کشوری که در 5 سال آخر بیش از 50,000 مهاجر قانونی از او در امریکا رسیده باشن دیگه و شامل لاتری امریکا نمیشن. البته این نظر به اصول و قواعد خود گرین کارت امریکا است که خوشبختانه در سالی که ما موجود هستیم، در سال 2025 افغانستان شامل از این کتگوری بوده و تعداد دوستای عزیزی که درخواست داده بودن تعداد زیاد هم کامیاب شدن، موفق شدن مراحل سلکشن خود سپری کردن و آل اکثریتشون به می سوال پیش هستن که آیا ما که در لاتری فعلا انتخاب شدیم، کامیاب شدیم، مراحل بعدی ما چی گونه خواهد بود؟ ما به چه شرایط مواجه خواهد شدیم؟ چی پروسه‌ای را باید طی بکنیم تا اینکه بر ما مشکل ایجاد نشه؟ که امروز ما در ویدیو تمام از موضوعات بحث میکنیم. قدم اولی که شما به لاتری درخواست میتین زمان ازی که بر پروگرام ثبت نام لاتری شروع میشه. معمولا این پروگرام از ماه اکتبر شروع میشه همه ساله که تاریخش فرق میکنه. بعضی اوقات 2 اکتبر شروع میشه، بعضی اوقات 5 اکتبر، بعضی اوقات 7 اکتبر و 6 اکتبر. تاریخ های مختلف داره همه سال که در سال فعلی که به سال 2025 ثبت نام صورت میگرفت در تاریخ 2 اکتبر شروع شد و تا تقریبا 7 نوامبر ثبت نام ادامه داشت که دوستان میتونستن تا 7 نوامبر ثبت نام بکنن. ثبت نامشون قسمی است که سایت مشخص داره، شما اونجا وارد میشین. دیوی پروگرام @state.gov است که ما در بغل ویدیو براتون در قسمت سایت براتون نوشته کرده میمونیم. شما وارد از این میشین. وقتی که پریود انتری شروع میشه، زمان ازی که ما براتون گفتم بین ماه اکتبر و بین ماه نوامبر میباشه، شما میتونین که ثبت نام بکنین. به خاطر ثبت نام به پاسپورتتان ضرورت نیست، فقط نامتان، سال تولدتان و یک قطعه عکس 2x2 بدون ایدیت و با بک‌گراند سفیدی که طبیعی وار باشه. یعنی هدفی است که زیاد عکس تان ایدیت نشده باشه. خانوما که عکس میگیرن باید گوشهشان معلوم شود، یعنی پنهان نباشه زیر چادر. عکسی که مشخصاتی که به ویزه امریکا ضرورت است، شما به هر عکاسخانه که برین با شما راهنمایی میکنن، با مو اساس عکس میگیرین. بعد از اون شما انتری تا نمیکنین و منتظر میباشین تا زمان ازی که نتایج بیرون بیاد. نتایج وقتی که بیرون اومد، معمولا 6 ماه بعد از اینکه شما انتری میکنین، نتیجه لاتری امریکا اعلان میشه. دمای زمان از اینکه نتیجه لاتری امریکا اعلان میشه، شما یک کنفرمیشن نمبر از زمانی که درخواست به لاتری داده باشین پیشتان می داشته باشین. بر اساس از اون میتونین چک بکنین که برنده شدین نشدین. زمان از اینکه این مرحله چک میشه و شما برنده میشده باشین و به شما تصدیق میشه که شما برنده شدین و به طی مراحل پروسه بعدی شما دعوت میشین، او وقت زمان است که شما به زودترین فرصت باید اسنادایی را که درج لاتری امریکایتان زمان ازی که
شما درخواست داده بودین معلومات را که درج کرده بودین. فرض میکنیم یک نفر درج کرده بود که من فارغ صنف 12 هستم و شهادتنامه مکتبش پیشش بوده باشه. یک نفر گفته بود که ما پانتون خواندیم. یک نفر گفته بود که من کار مسلکی کردیم یا تجربه کاری دارم. این اسنادا رو مکمل آماده میکنه. اسنادای دیگری که مربوط به شناختش، ایدنتیفیکیشنش مثل تذکره است، پاسپورت است و هر مورد دیگه شخصی که مربوط خودشان میشه و میخواین که در اپلیکیشن ازشان پرسان شده دو باید درج کنن، اینا را آماده کرده یک فرم به نام فرم دیز 260 که فرم به خاطر ویزا است. او را خانه‌پوری میکنن و او را کوشش بکنین که خانه‌پوریش هر قدر دقیق میتونین دقیق خانه‌پوری بکنین. اگر خودتان دسترسی به این ندارین که فرم خانه‌پوری بکنین یا که در بخش انگلیسی مشکل دارین یا که دسترسی به کامپیوتر ندارین، ما به شما توصیه میکنیم که شما به یک مرجعی که مورد اعتبار است، قابل اعتبار است که چند مرجع در کابل است که سالیان متمادی در بخش تجربه دارن که شامل از او دفتر جیس هم میشه و دفترهای دیگه هم است که این موارد پیش میبره. شما میتونید پیش از اونا مراجعه بکنین و این فرمتان رو به شکل درست و دقیقش اگر انفرادی هستین به خودتان و اگر فامیلی هستین و هر عضو فامیلی که شامل لاتری امریکا شما است بر اونا خانه‌پوری بکنین. ناگفتن نباید بگذاریم که برای لاتری امریکا دو شرط اساسی وجود داره که شما درخواست بتین. اگر این دو شرط اساسی رو شما پوره نکنین شما هیچ وقت به لاتری امریکا درخواست ندین، به خاطر از اینکه بعدا اگر شما انتخاب هم شوید باز با مشکلات برمیخورین که شاید تو سبب از این شود که شما پروسه تان نتیجه منفی بده. یکی شما باید حداقل فارغ صنف 12 باشین کسی که درخواست میده و یا هم که 2 سال تجربه کاری در یک رشته داشته باشین که 2 سال ترینینگ ضرورت داشته باشه. 2 سال ترینینگ مسلکی. به این رقم رشته باید شما حداقل 2 سال تجربه کاری داشته باشین. بعد زو میتونین شما درخواست بدین. پس میم روی موردی که ما زمان ازی که درخواست میتیم و فرم 260 ما را خانه‌پوری میکنیم. ایره وقتی که ما سابمیت میکنیم تمام معلومات شخصی خوده، معلومات تحصیلی خوده، معلومات کاری خوده، آدرس هایی که ما زندگی کردیم و تمام سوالاتی که مربوط سکیوریتی چیکاپ ما میشه تمام از اینا رو جواب داده و فرم خوده به شکل آنلاین سابمیت میکنیم. البته اسنادایی که لازم است و اسنادا هم اپلود میشه اونا رو اپلود میکنیم به سیستم و بعد از اون منتظر از این میباشیم که بخیر نوبت اینترویو بر ما بره. در جریانی که نوبت اینترویو میایه در فاصله از اینکه شما فرم 260 تا خانه‌پوری میکنید تا زمان اینترویو کوشش به این بکنید که شما اسنادایتان، مدارکتان و خودتان آماده به اینترویو بسازید. هدف از آماده به اینترویو این است که شما با یک مشاور درست مشوره بکنید، اسنادایتان بررسی شود، مشکلاتی که در اسنادایتان وجود داره که شما متوجه نیستین اونا رفع شود و شما حداقل بتونین که یک مفکوری از اینترویو داشته باشین و یک راهنمایی درست ازی شوید که پروسه اینترویو شما و پروسه بعدی شما چه رقم به پیش میره. بعد از اینکه شما از طرف سفارت امریکا در هر کشوری که انتخاب کردین، فرض مثال بعضی کسا چون که در افغانستان سفارت امریکا باز نیست، بعضی از دوستان انتخاب میکنن پاکستان، بعضی از دوستان انتخاب میکنن کشورهای عربی. این تعلق به این داره که کیس نمبر شما در چند هزارم کرنت شده یا کرنت نشده قرار است کرنت شده. یعنی کیس نمبر شما مهم به این است که هر قدر کیس نمبر شما پایین‌تر باشه شما میتونین که کشورهای نزدیکتر مثل پاکستان انتخاب بکنین، جایی که زودتر نوبتتان میرسه. هر قدر کیس نمبرتان که بالا باشه باید کشورهایی را انتخاب بکنین که در اونجا کیس نمبرهای بالا در صورت کرنت میشن بتونن اینترویو شما را کندکت بکنن. اگر اینترویو شما سپری نشه اونجا، مثلا اگر شما کیس نمبرتان از 21,000 22,000 بالا است، چانس خیلی کمتر دارین که شما در سفارت پاکستان امریکا در پاکستان بر شما نوبت اینترویو برسه. بنابراین بر اساس کیس نمبرتان شما محل اینترویوتان انتخاب میکنید. زمان از این که شما محل اینترویوتان انتخاب کردین منتظر از این میباشین که چه وقت به شما وقت مصاحبه داده میشه. معمولا توسط سفارت امریکا یک ماه، یک و نیم ماه، حتی 2 ماه قبلتر بر شما زمان اینترویوتان اطلاع داده میشه. این زمان اینترویو به شما اطلاع داده میشه، شما باید تنظیمات از این بکنین که چگونه به کشور
که اینترویو دارید سفر بکنید. البته شما نباید خانه‌تان رو بفروشین، نباید اموالتان رو بفروشین، نباید مال داراییتان رو بفروشین به امید از اینکه من قرار است اینترویو بتم و من 100% حتما میرم به امریکا. چون این پروسه است که در کل پروسه های ویزا ها پروسه هایی هستند که نتیجه 100% ندارن و زمان از اینکه شما اینترویو میتین دمو زمان تصمیم به گرفته میشه که آیا شما قبول شوین یا نشوین. تا زمان از اینکه نتیجه آخرتان و ویزیتان به دستتان نامده شما اقدام به فروش این چیز نکنین و کوشش به این بکنین که پروسه تان وقتی که تمام شد بعد از او باز اگر اقدام به سفر کردین باز او تصمیم شخصی خودتان است که چه موارد را تصمیم میگیرین و دارایی و اموالتان رو به فروش میرسانین نمیرسانین. این موضوعات شخصی شما است، اما پیش از اینترویو نباید هیچ اقدامی در قبال فروختن اموالتان یا که به اصطلاح عامیانه ما شما زندگی خود به قمار نزنید و منتظر ازی باشین که نتیجه شما چه وقت میایه و منتظر ازی باشین که نتیجه شما مثبت میایه یا منفی میایه، که انشاءالله اکثریت کسایی که پروسه‌شان پیش رفته با ما و ما پروسه‌شان رو مدیریت کردیم الحمدلله نتیجه خوبتر گرفتن، نتیجه مثبت گرفتن، آمادگیشان بهتر بوده و شما دوستان میشه که نتیجهتان خیلی خوب و با شکل باشه شکلی که شما میخواین که نتیجه مثبت بگیرید. زمان از اینکه اینترویو شما نزدیک میشه پیش از اینترویو یک پروسه وجود داره به نام پروسه مدیکال تست یا مدیکال چکاپ که اینا باید از هر عضو فامیل تطبیق شود. شما به خاطر مدیکال چکاپتان به اسنادایی که ضرورت دارین و از قبیل ورق اینترویوتان است این نوت بکنین، به خاطر از اینکه برای شما باید این موارد واضح باشه زمان از اینکه کسی خودش میره به خاطر مدیکال خود این موارد همراه خود آماده داشته باشه. ورق مدیکالتان است، مدیکال اپاینتمنت تان است. اولا باید شما اپاینتمنت بگیرین وقتی ملاقات به خاطر اجرای برنامه مدیکالتان پروسه مدیکالتان بگیرین. معمولا در اسلام آباد پروسه مدیکال دایورسیتی ویزا را شفاخانه که اجرا میکنه او AMC است یا عزیز مدیکال سنتر که عزیز مدیکال سنتر در F63 اسلام آباد موقعیت داره. شما میتونین حضوری اونجا تشریف ببرین. شما حداقل باید 10 روز قبل از اینترویو خود وقت ملاقات یا اپاینتمنت مدیکال تان بگیرین. اپاینتمنت مدیکال تان زمانی که میگیرین شما میتونین حضوری هم برین با AMC اپاینتمنت تان بگیرین. AMC تنها شفاخانه است که در اسلام آباد معاینات صحی را به خاطر ویزای سفارت امریکا اجرا میکنه که موقعیتش در F63 اسلام آباد است. شما میتونین که برین اونجا فیزیکی وقت مدیکالتان تنظیم بکنین. زمانی که تاریخ مدیکال به شما داد که به این تاریخ شما باید این اسنادا را همراهتان داشته باشین. اول باید امو ورق اپاینتمنت عزیز مدیکال سنتر پیش شما باشه پرینت شدن. ورق اینترویوتان که امو در سایت developmentstate.gov براتون ورق اینترویوتان که میاد او پیشتان باشه که تاریخ اینترویوتان و تقاضی‌ها پیش درج باشه. از هر عضو فامیلتان نقطه پاسپورتشان کاپیش باشه با اصلیش و 6 قطعه عکستان که عکس 3x4 عکس نرمال است باید پیشتان باشه و در کنار از او شما باید کارت پولیو داشته باشین. کارت کرونا حتمی و لازمی نیست اما باشه بهتر است براتون که این شما با خود داشته باشین. این اسنادایی است که تمام از اینا در زمان پروسه مدیکال شما ضروری است. در کنار از این اسنادا زمان از اینکه شما مراجعه میکنین به خاطر انجام مدیکالتان یک فرمی به نام مدیکال هیستوری که فرمی تاریخچه صحی شما از به شما توسط AMC داده میشه که خانه‌پوری میشه و باید به شکل دقیق و درستش خانه‌پوری شه که از زمان از اینکه شما اگر پروسه تان با مشاور یا ترجمان پیش ببرین اکثریت موقع اونا کمکتان میکنن. در غیر از او در خود AMC هم کسایی هستن کارمندایی هستن که در قسمت از او و خانه‌پوری فرم شما را کمک میکنن. اما بهتر از این است که فرم را خودتان خانه‌پوری کنین به خاطر از اینکه معلوماتتان دقیق و درست بیای یا توسط یک فرد مسلکیش خانه‌پوری شود. فرم خانه‌پوری میشه امضا میکنین
پروسه مدیکال شما اونجا سپری میشه. زمانی که پروسه مدیکالتان سپری شد، بر شما یک مدت وقت داده میشه، بل مدیکالتان برتان داده میشه. بل مدیکالتان برتان که داده شد، باز یک هفته یا 5 روز تا 7 روز وقت میگیره، از هر کس فرق میکنه تا اینکه مدیکال ریپورت شما به شما سابمیت شد. زمان از اینکه به شما تاریخ میتن که تاریخ بیاین به مدیکال ریپورت تان، شما میتونین که به تاریخ به خاطر اخذ معاینات صحی تان تشریف ببرین به AMC و معاینات صحی تان اخذ بکنین. معاینات صحی شما که اخذ شد، مرحله میرسه که مرحله پری اینترویو میباشه یا پیش از اینترویو تان. در مرحله پری اینترویو لازمی ای است که شما باید تمام اسنادایی که در GDS 260 تان است، تمام معلوماتی که در GDS 260 تان است، باید به او اسناد داشته باشه. با او اسناداتان منظم به خاطر اینترویو ترتیب بکنید. هدف از منظم چی است؟ که شما یک دوسیه یا یک فایل بگیرید. فایلایی است که دوسیه یکی هم است و باکس فایل هم است. هر کدامش که شما راحت تر هستین میتونید بگیرین. اسناداتان منظم چه رقم میگن که یک اصلی اسناد با 2 کاپی، حداقل از هر اسنادتان باید 2 کاپی داشته باشین. 2 کاپی به اینترویو به شما ضرورت نمیشه، اما به خاطر سیفتی باید شما 2 کاپی داشته باشین. 2 کاپی از هر سندتان باید داشته باشین. پاسپورت اگر است، اگر تذکره‌تان است، اگر برت سرتیفیکتتان است، اگر اسنادهای تحصیلیتان است و اسنادهای کاریتان است، به هر عضو فامیلتان این تمامش 2 کاپی داشته باشین. منظم در دوسیه تنظیم میکنین و روز اینترویوتان میرسه. در روز اینترویوتان معمولا وقت مشخص شده میباشه که شما باید تا کدام وقت برین. کوشش بکنین که به وقت برسین. کوشش بکنین که سر وضع منظم داشته باشین. بعض از دوستا هست که ما در جریان اینترویو تماشا میکنیم که با لباسای همی محلی خود ما میرن و امو سر وضع رسمی که نیاز به ای است که شما در اینترویو داشته باشین امور تنظیم نمیکنن دیگه. بنابر از این اکثر موقعات تاثیر منفی سر پروسه کاریشان میکنن، چون که روحیت امو فیس ما شما، چهره ما شما و چهره ظاهری ما شما در جریان اینترویو خیلی تاثیر مثبت و منفی سر پروسه اینترویو ما دارن. بنابراین شما خود کوشش بکنید که هر قدر رسمی و هر قدر منظم آماده بکنین به خاطر روز اینترویو، اون قدر براتون بهتر میشه. اسنادایی که به خاطر اینترویو شما ضرورت دارین، اسنادا رو شما لیست بکنین. من تمام موارد براتون میگم. اسنادایی که به روز اینترویو شما ضرورت دارین، تذکره شما است که باید تذکره داشته باشین. پاسپورت شما است، پاسپورتتان باید پیشتون باشه. اینا هر کدام شکل میگیم از اینا هم اصلش هم 2 کاپیش ضرورت از شما. ورق اینترویو شما که وقتی اینترویو براتون ست شده، مدیکال ریپورت، زمان ازی که شما مدیکالتان تکمیل میشه به شما مدیکال ریپورتتان در یک پاکت بسته شده براتون داده میشه که پاکت باز نمیکنین. هم مدیکال ریپورتتان براتون با پاکت داده میشه، هم ایکس ری دسکتان. هیچ کدام از اینا رو باز نمیکنین، اما تو با خود مدیکال ریپورتتان رو به سفارت میبرین. مدیکال ریپورتتان، پاسپورتتان، تذکره‌تان، برت سرتیفیکتتان، تمام اسنادهای تحصیلی درج شده در فرم DES 260 تان، تمام اسنادهای کاری درج شده در فرم DES 260 تان، ای با 2 قطعه عکس برای هر عضو فامیلتان، 2 قطعه عکس 2x2 با بک‌گراند سفید و مشخصاتی که به خاطر عکس ویزی امریکا کار می باشه. با اون مشخصات شما 2 قطعه عکس از هر عضو فامیل می داشته باشین و کوشش بکنین عکستان در یک مرجع درست بگیرین، در یک مرجع بگیرین که عکستان به شکل درست و کوالیتی صحیح بیه و مشکل در کوالیتی عکس و در کیفیت عکس نباشه. این اسنادایتان با کسایی که آرسی کرده با نگاه خطشان، با ترجمه دری و انگلیسیش و کسایی که اگر طلاق گرفته دیورس خطتان هم حتمی می باشه، باید دیورس خط داشته باشه. این اسناد که من تذکر دادم با بقیه اسنادهای حمایوی که شما میفهمین که این سند اگر وجود داشته باشه بر من یک پوینت مثبت میده، اونا رو شما با خود می داشته باشین. برای اینترویو با این اسنادا به شکل منظم و درستش میرین. اینترویو شما زمانی که سپری میشه، او وقتی است که بر شما کانسلر نتیجه مثبت یا منفی اینترویو شما را براتون میگه. بعضی قضیه ها هست که اپروف میشن، اما وقتی که اپروف میشن توسط کانسلر، کسی که از شما اینترویو گرفته شده توسط از شما یک راهنمایی کلی میشن
براتان گفته میشه که مراحل بعدی را چگونه طی بکنین و توسط امو کنسلر در صورتی که شما قبول نمیشین یا خدای نخواسته ریجکت میشین، بر شما ریجکت لتر داده میشه، یا هم که در صورت ازی که اینترویوی که از شما کانسلر گرفته مورد قبول از او قرار نگرفته باشه یا نیاز به اسناد یا نیاز به سوالات بیشتر داشته باشه، باز شما رو به یک پروسه به نام AP یا Administrative Process ارسال میکنن و کیس شما را به شکل معقد در ریفیوزال روان میکنن. این پروسه اداری معمولا وقت زیادتر میگیره، معمولا از 3 ماه تا 6 ماه، بعض اوقات زیادتر بیشتر از 6 ماه را وقت میگیره. نظر به هر کدامش فرق میکنه. زمان از اینکه شما به پروسه اداری میرین، به اساس راهنمایی خود کنسلر، هر راهنمایی که از طرف اونا میشه شما باید رو تطبیق بکنید و منتظر ازی باشین که چه وقت از امبسی به شما ایمیل میده. در صورتی که شما قبول میشین، شما باید هر چیز زودتر یک فرم به نام پروفایل رو براتان خانه پری بکنین که به شکل آنلاین میشه و منتظر ازی باشین که چه وقت پاسپورت شما میاد. پاسپورتتان که آمد، ویزایتان میگیرین، ویزایتان چک میکنین، تمام موارد شبکه‌گونی تکنیکی که مشکل وجود نداشته باشه. بعد از شما میتونین به بسیار خوبی، سهولت و آرامی شما پروازتان بکنین و به کشور امریکا به خیر نشست بکنین. کسایی که به کشور امریکا نشست میکنن اونجا امکان از زیاد است اکثریت کسا در امیگریشن وقتی که نشست میکنن اونجا از اینا بس یک اینترویو دیگه گرفته میشه که مشابه به این اینترویو است که شما در سفارت میتین. البته این اینترویو به شما تذکر داده میشه قبل از اینکه شما به اینترویو رو بتین. زمان از اینکه شما پاسپورتتان دریافت میکنین به شما یک پاکت های زرد داده میشه. کو پاکت زرد با CT اکسری تان و مو اینترویو که در داخل در وقتی که شما نشست میکنین در امیگریشن گرفته میشه که معمولا سوالاتش مربوط خودشان میشه. اونا میفهمن که هر رقم سوال پرسان میکنن اصلا در اونجا از شما اینترویو گرفته میشه و او اسنادتون اونجا چک میشه. بعد از اون کسی که شما آدرس رو دادین میتونین با او یک جای شوین و وارد کشور امریکا شوین. پروسه کلی لاتری امریکا که از 0 تا به 100 بود ما به شما شرح دادم. امید است که سوالاتی که در ذهن شما بوده باشه تمامش حل شده باشه. اگر سوال دیگه وجود داره که منحصر به کیس شما می باشه، چون یک پروسه عمومی بود، هر فرد شرایطش، کیسش، اسنادش، شرایطی که لاتری امریکا ثبت نام کرده و فرق میکنه. بنابراین پیش از اینکه شما اقدام بکنین حتما مشوره بکنین و اگر کدام سوال داشتین که خاص بود میتونین در کامنت ویدیو پرسان بکنین، یا اگر در کامنت ویدیو پرسان نمیکنین میتونین که مستقیم به شماره واتساپ ما که در پایان براتان تذکر داده شده در شماره واتساپ ما پیام بگذارید و سوالتان رو مطرح بکنین. انشاءالله همکارای ما و همکارای دفتر ما، دفتر JS هم برای شما به زودترین فرصت تماس میگیرن و مشکلتان رو براتان حل میکنن و سوالتان در حد توان براتان پاسخ میدن. امید است که از این ویدیو طولانی خسته نشده باشین و موارد را به شکل درست و دقیقش گرفته و در پروسه تان تطبیق بکنین. وقت خوش داشته باشین. خداحافظ.